روسط کارهای داخلی شهر دوشنبه 29 می سال 2024 اجرات برداشتن 4 مسافر در پی برخورد یک ماشین بارکش با مارشروتکا در کوچه سعدی شیروزه پایتخت تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع میلیسیا صبح 29 مای تقریبا ساعت 00:00 دقیقه راننده ماشین بارکش تمغه دف رقم قید دولتیش 3637 MA01 زیوف مولان هنگام حرکت از سمت کوچه جبو رسولوف به سمت کوچه سعدی شیروزه از عهده دوره واسطه نقلیات نبر آمده به نقلیات مسافربر تمغه مرسدس پرینتر رقم قید دولتیش 5509 تحت دوره شهروند موسایف خوشبخشام برخورده است. در نتیجه این صدمه نقلیاتی خوشبختانه یگان کس جان نباخته است، ولی 4 مسافر سپرینتر جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شدند. اوید به حادثه مذکور از جانب کارمندان مقامات میلیسیا مواد ضروری ترتیب داده شده. قضیه مورد سنجش پیشکی قرار دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاور راههای پرخطر دانسته شده. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 نفر دیگر معیوب بشوند.